یه خانم تو خونه است، میخواد زمین رو تمیز کنه، یه پارچه میندازه رو زمین، با پاش هی اونو میچرخونه. یا گوشه فرش رو میخواد صاف کنه، هی با پاش اینور اونور میکنه. به نظر خودش کار خاصی نمیکنه ها، ولی دقیقاً همینجاست که بزرگترین ظلم داره در حق زانوش میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دقیقاً تو این حالت یک فشار چرخشی خیلی شدیدی به مینیسک زانو وارد میشه. به خصوص تو خانم‌های بالای 35-40 سال این خطر مستقیم پارگی مینیسکه. مینیسک زانو در واقع مثل یک ضربه‌گیر داخل زانو عمل میکنه. هر ضربه‌ای، فشاری که روی زانو میاد، اول این مینیسکه که تحمل میکنه تا فشار به قرض‌پای زانو وارد نشه. اما وقتی که این مینیسک پاره میشه، در واقع دیگه اون محافظ وجود نداره و این باعث درد و تورم و ناتوانی در پا گذاشتن روی زمین و اینجاست که علائم شما شروع میشه. پس اگه یه روزی همچین دردی رو زانوت حس کردی، اول یخ رو زانوت بذار، در اسرع وقت به ما مراجعه کن، چون هر یک دقیقه تأخیر در واقع تو رو داره به جراحی نزدیک.